جابجایی قدرت از امریکا به چین. امریکا داره بزرگترین اسلحه خودش یعنی دلار رو از دست میده. دوستان میدونید، مستحضرید، دلار پول بدون پشتوانه است، یعنی بابتش هیچ پشتوانه نیست. جریان پترودلار حاکم میکنه بر دنیا. یعنی چی؟ یعنی امریکا این قاعده رو گذاشته، با اسلحه بالا سرش وایستاده، چه وسیله خرید و فروش نفت در دنیا باید چی باشه؟ دلار. قیمت چند دلاره نفت؟ یورو نه، ریال نه، روبل نه، فقط و فقط دلار. فکر کنید تو این دانشگاه یه بوفه دارید شما، از فردا یه قانونی میذاریم، میگیم این کاغذایی که من میدم فقط میتونید توی دانشگاه باشه به بوفه چیز خرید بکنید. درست شد؟ پخش میکنم بین شما. خودمم بدون پشتوانه از اینا چاپ کنم، چی میشه؟ منم میتونم برم بخرم. این اتفاق داره و این هی میاد پایین. برای اینکه اینو مردم کنار نذارن باید همیشه اینا رو بازی بدن. مثل اتفاق چیه؟ کشورهای اروپایی فهمیدن کلا سرشون رفته. دعوای خود اروپایی با آمریکاست. گفتن نامرد، تو بعد جنگ جهانی دوم اینا رفتن نشستن، اینا آسیب دیده بودن. آمریکا به اینا پول قرض داد برای اینکه بسازن خودشونو. منتها مبنا رو گذاشت رو دلار خودش و قبول کرد هر دلار معادل اینقدر طلا باشه. نیکسون زد زیر این. اروپایی‌ها فهمیدن، دیدن این پدر سوخته‌ها دلار قلابی چاپ یعنی اضافه چاپ کردن. گفتن ببین نداره، مگه نگفته بود معادل اینقدر طلاه؟ اروپایی‌ها هیچ ربطی به خاورمیانه یا جهان سومی نداره. گفتن برادر امریکا بله اینا رو بگید طلاهامونو پس بده. معادل اینقدر طلا نیست. این دید بازی رو باخته. نداره 10 برابرش کاغذ الکی چاپ کرده. چیکار باید میکرد؟ باریکلا نفت گرون شد. کشورهای عربی و شاه با همدیگه که امریکایی بودن نفت گرون کردن. نفت $40. اینا دیدن آقا نفت لازم داریم. خاموش شد قرار. صف پمپ بنزین ها شروع شد. گفتن ولش کن بعداً به طلا تبدیل. الان چی شده؟ پارسال روس‌ها اعلام کردن ما دیگه دلار استفاده نمی‌کنیم. چینی‌ها گفتن با کشورهای مختلف شروع کردن ما از دلار استفاده نمی‌کنیم. ما خریم مردم دلار استفاده یارو کاغذ چاپ بکنه ما کار کنیم. منابعمون، معادنمون ببین کاغذ رو میده طلا تو رو می‌خره. این کاغذ رو میده نفت تو رو می‌خره. هر چی بخوام. اگر این اتفاق بیفته بذارنش دلار کنار چی میشه؟ اولین جایی که سقوط میکنه به طرز فجیعی یعنی زامبیگونه خود امریکاست. چون مردم سرمایه‌شون میشه چی؟ کاغذ. نمیخواد این کار انجام بده. دوباره داره جنگ جهانی دوم درست میکنه. این بار چی؟ با این سلاح جدیدش. سلاح اجتماعی جوکرها. روسیه رو چیکار کرد؟ اینو برای میگم ذو ابعاد شما بده. این اوکراینو مثل یه آهوی خوشگل هی آورد جلو در غار این خرسه. 10 سال 15,000 نفر روس‌تبار رو در اوکراین فینچ کردن. میبستنشون به صلیب، دماغشون رو میبریدن، دست و پاشون. شما فکر کن مثلا ایرانی‌ها رو تو امارات شروع کنن همینجوری کشتن. یه جا دیگه غیرت ملیتون آقا ایران حمله کن به امارات دیگه. آخرش دیگه روسیه افتاد تو این دام. و اوکراین دام امریکاییاست. چرا به کمک نیومد؟ یه یهودی هم آوردن اونجا کردن رئیس جمهور. آقا روسیه افتاد تو این دام. توی همون ماه اول جنگ 19,000 تا کشته داد. من صحبت کردم با کسی که رو حوزه روسیه مسلط بوده و اونجا باهاشون جلسه داشته. میگفت ما متوجه شدیم 10 سال اینا تسلیح شدن قبلا. کشاورزه تراکتورش میزد کنار، میرفت تو انبار کاشکاها رو میزد کنار، از روی دریچه باز میکرد، دوش پرتاب در مدیون تانک میزد، دوباره میزد تر کنن. تنها راه شناسی اینا لباساشون رو میدادن لخ میکردن اینا رو ببینن خالکوبی نئونازی دارن یا نه. اینجوری شناسایی میکنن که فیلمای میاد میبینید اینا رو لخ کردن دارن نگاه میکنن اینا خالکوبی نئونازی دارن یا نه. اینجوری برای ما هم این هست و من معتقدم این تله ما جمهوری آذربایجان. اینو بدونید تله ما همینه. جمهوری آذربایجان و کردستان نه خیلی جدی اما علل خصوص جمهوری آذربایجان تله ما. یعنی الهام علیف که هستن جوکه. اینو کی داره میندازش جلو؟ اونها جنگ ما با جمهوری آذربایجان رو میخوان. ما جنگ ما با جمهوری آذربایجان اشتباهه اما سر جا نشوندن علیف کار درستیه. رسانه‌ای شدنیه. شما فقط 4 تا مستند پخش کنید از خانواده علیف.
پهپاده چندین مورد حملات تروریستی در ایران صورت گرفته از مرز جمهوری آذربایجان اومد. پهپاد هرمسی که حمله می‌خواست بیاد بالای نطنز ما با پدافند هواییمون زدش از جمهوری آذربایجان بلند شده بود. اسرائیل جان مستقرن. اما این که میبینه همین الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم ترکیه و جمهوری آذربایجان دارن رزمایش مشترک برگزار میکنن، همون کاری که ما کردیم بدلش رو داریم میزنن. ما از عرس پل انداختیم رد شدیم، اونم از عرس پل انداختن، دقیقاً داره کپی اونو میزنه. خب این یه مدله. برای چین کجاست؟ باریکلا. وقتی خودت دیگه تحلیلیت بشی یعنی همین اتفاق خوب. اونم میخوام بکشنش تو جنگ با اون بر.